سلام. یه نکته خواستم بگم. گاهی با فشار دادن یه دکمه یا عوض کردن یه نقطه میشه مسیر زندگی خیلی رو تغییر داد و به خیلی ها کمک کرد. کوچکترین حرکت بزرگترین اتفاقات توی زندگیشون باشه. اما متاسفانه حاضر نیستیم اونو انجام بدیم و در عوضش انتظار داریم دیگران واسه خودمون صدو بذارن، یعنی صد کاملشون رو بذارن و اگه نذارن ناراحت میشیم. شاید هم ناسزا بگیم بهشون یا بغض کنیم، خیلی چیزای دیگه. اما دوست من، آدم اول باید از خودش شروع کنه. اول باید تغییر تو خودش شروع کنه به درخشیدن، بعد از دیگران انتظار داشته باشه و اصلا از دیگران نباید انتظار داشت. و اینکه الان 4 صبحه و من بیدارم هنوز. اگه تو هم مثل منی نمیتونی بخوابی شبا، 1000 تا مشکلات داری، لایک و ساب کن ببین چند نفریم. عشق مایی. دمتون گرم.